داری میگیری؟ آره. ساعت 10 شب جمعه است. امروز از سر صبح همه تک به تک رو خط من بودن. داداش امشب چیکار کنیم؟ کجا بچینیم؟ کجا اشغال کنیم؟ ولی وقتی فهمیدن ماشینم تعمیرگاهه، یه سریان وقتی فهمیدن حالم خوب نیست باید برم بیمارستان زیر سرم، دونه دونه پیچیدم به بازی. فقط یه نفر موند برداشت یه دونه استپ گرفت منو رسون بیمارستان. به دکتر گفت حالش خوب نیست، یه دونه سرم توپل بهش بزن حالش خوب شه. سرمم که تموم شد منو برداشت برد تو سطح شهر یه دور مشتی زد که حال دلم هم خوب شه. وقتی فهمید گشنمه اون غذایی که دلم میخواست دوست داشتم و برام خرید خوردم. آخرش هم با عزت و احترام منو برداشت رسون سر کوچه. اون شخص کی بود داشت عباس؟ فکر کردی شخص خاصی بود؟ اون کارت بانکیم بود، اون حسابم بود، اون پول تو جیبم بود. امروز روز هیچ پلشتی، هیچ به درد نخوری روش حساب نیست. اینا همه دنبال پولتن، دنبال وسیلتن. تک به تکم اون موقع ضروری که باید برسن به دارت به دادت نمیرسن. تو رو قرآن اسم هر پلشتی رو تو این زندگی رفیق نذارید. میگفت نوکر بند کیفتم تا پول داری رفیقتم. رفیق خوبای ما تا وقتی رفیق خوبای ما هن که همچین چیزهایی دور برمون باشه، که همچین امتحاناتی براشون داشته باشیم که سوء استفاده کنن. این پستم سیو کن برای اونایی که خیلی دوستشون داری، سیو شیرش کن که خیلی حواستون جمع باشه. دوستتون دارم. یا